چرا اینجوری شد؟ ای بابا خدایا چی کار کنم؟ وای ای بابا. توپراک تو چیز داری؟ چی بود؟ ازش میخواستم از این چیزها استفاده کنم. اسمش چی بود؟ انبر. چه انبوری؟ از همین انبورا دیگه، همینا که دسته داره. شیر ظرفشوییم خراب شده، آشپزخونه رو آب برداشته، نمیدونم چی کار کنم. انبرده؟ آره انبرده است. تو داری؟ الان خونه رو آب میگیره، پایین همه جا خیس شده. باشه درستش میکنم. واقعا؟ انبردست داری یعنی؟ از این کارا یعنی سر در میاری؟ آره خب ضمناً با انبردست نمیشه درست کرد، باید آچار باشه. تو برو پایین، من با جعبه ابزارم میام. باشه پس منتظرتم. برو. باشه میرم. دافنه امروز تولد جمرس. از فیسبوک برام پیام اومد. جدی؟ من که از لیست دوستان پاکش کردم. دافنه جمره دوست قدیمی ماست. میگم نظر چیه یه هدیه براش بخریم، ولی نمیدونم چه عکس العملی نشون میده. ناراحت میشه؟ خب برید کافه. هر چند دفعه قبلی برای پرداخت صورت حساب گردنبندش داده بود، این دفعه حتما ظرف میشوره. گردنبند چیه؟ یعنی چی؟ جمره کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدی. این باید پیچش عوض بشه، ولی مثل این که گیر کرده. آب داره همینطوری هدر میره. دارم سعیمو میکنم، البته اگه تمرکزمو به هم نریزی. باشه میگم میخوای لوله کش خبر کنیم؟ آره؟ نه بابا دیگه چی؟ فریده این چیزا برای من کاری نداره. خب آخه من خیلی دیرم شده، باید برم. خب برو، تو برو، لازم نیست منتظر بمونی. برو. پس من میرم دیگه. باشه من درستش میکنم، خیالت راحت. خب دست درد نکنه. ممنون. صبر کن. آخه چرا آبا قطع نکردی؟ ساغر پاشو میخوایم برای جشن پایان سال خواهر ایلول پول جمع کنیم. میخوایم دستبند بفروشیم. من نمیام. مامانم ممکنه زنگ بزنه. این دختر احمقه. بابا سر کار گذاشتنت. مادر کجا بود؟ ما بی کس و کاریم. اگه میتونی اینو تو مخت فرو کن. ساکت شو. این قدم چرت و پرت نگو. خیلی خوب تو بمون، ما میریم.
چیز دیگه ای لازم ندارین. سلام، خسته نباشید. ممنون. ببخشید مسئول اینجا کیه؟ میخواستم باشون صحبت کنم. ساواش خان اونجا هستن. ممنون. ببخشید. بفرمایید. ببخشید که مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، بفرمایید. چند وقت پیش دوستم پول همراهش نبود، برای پرداخت حساب گردن بنده شد. یادم اومد. آره همچه اتفاقی افتاد. اگه من صورت حسابو پرداخت کنم میتونم گردن بندو پس بگیرم؟ خب امکان نداره. من اون گردن بندو به همسرم هدیه دادم. الان نمیتونم ازش پس بگیرم. ببینین، نمیخوام شما رو تو شرایط سختی قرار بدم، اما اون گردن بند برای دوستم خیلی با ارزشه. تازگی خانواده‌شو از دست داده، اونم به شکل فجیع. پدرش اول مادرشو کشت، بعدم خودکشی کرد. واقعا میگی؟ راستش اگه بتونین با همسرتون صحبت کنین و شرایطو براش توضیح بدین خیلی خوشحال میشم. باشه، من با خانومم صحبت میکنم. گردن بندو پس میگیرم. تا چند ساعت دیگه میتونیم بیاین پسش بگیریم. خیلی ممنونم، واقعا متشکرم. خواهش میکنم. منو نگاه کن ببینم. تو فکر کردی پسر من بی کس و کاره؟ ها؟ فکر کردی اگه براش 2 تا اشوه بیای اون دیگه بهت پول میده؟ را بیافت بریم پیش مدیر، باید همه چیزو براش تعریف کنی. زود باش. از کسی چیزی نخواستم. چه خبرته؟ ولش کن. ولم کن. را بیافت بریم ببینم. گفت که چیزی نخواسته، ولش کن نازان خانوم. چیه جمره؟ میخوای منو بزنی؟ میبینم 2 روزه خودتو شبیه اینا کردی. بیشتر. را بیافت ببینم. با تو هم. چه خبر شده؟ پس شما اینجا چه کاره این خانم محترم؟ ها؟ این بچه ها رو یکم تربیت کنین خانم. ها؟ اگه از پسش بر نمیاین بگین من خودم از پسش بر میام. شما نمیتونین به من بگین چی کار کنم. هر مشکلی که دارین در کمال ادب و احترام بیان کنین. خیلی خوب، بفرمایین، گوش میدم. باشه خانم محترم، این دختر از پسر من پول خواسته، اونم نه 1 قرون 2 قرون، 100,000 لیر. به خدا من نخواستم. دوست دارین از سرکام بپرسین. ایلول خیلی خوب. مشخصه که شما بازم دچار سوء تفاهم شدین. اول بریم با پسرتون صحبت کنید، دیگه هم مزاحم دخترای من نشین. خاله جون ببین در اونجاست. برو جونم، بزن به چاک، بیرون. این موضوع اینجا تموم نمیشه.